现在你们去在沙子煤当租出租汽车，到的时候你打电话我给出租汽车告诉他到了，你们在这里，好吧？祝你珍珠帮你啊！对呀，再见了。奉接人这次的珍珠之名，一切赞颂传国珍珠，全世界的珍珠，只求珍珠祝福先知和他的会议。大家好，欢迎光临，你们来看见我们的节目。这个节目的名字叫喜气症。وقت شما بخیر باشه. خوش آمدید به مثبت 17. برای همه کسانی که الان تلویزیون رو روشن کردن و یادشون افتاد مثبت 17 شروع شده، باید بگم که ما در خدمت حجت الاسلام آقایی هستیم که ایشون زبان چینی رو با هر سختی که داشته یاد گرفتن و رفتن چین و تمام تلاششون رو کردن که توی اون منطقه عده‌ای رو به دین اسلام دعوت بکنن. یک سوال خیلی خیلی مهم دارم حاج آقا. چقدر طول کشید زبان چینی رو یاد بگیرید؟ والا زیاد طول نکشید. بیکار بودیم، صبح تا شب میخواندیم. شما که خبر دارید که تو این وضعیت 90% علما و روحانیت بیکارن. یعنی ما با 10% نیروهامون همچی بلایی سر مملکت داریم میاریم که واقعا جای شکر داره. واقعا این جای شکر داره. توی یک سال اخیر رفتین چین؟ نه دیگه، ما دیدیم هزینه سفر به چین بالاه. الان یه کاری کردیم همینجا احساس میکنیم که تو چین هستیم. چرا؟ از لاستیکی بچه تا عمامه بنده همه میدین چینه. حالا دشمنای نظام هم برگشتن میگن طلسم مقام عظما بشکسته. خب احتمالاً اونم چینی بوده دیگه. آره دیگه. شما زبان چینی بلدین؟ چرا چینی؟ والای چینی یاد گرفتن ما داستان داره. تو حوزه یه طلبه چینی بود که اتاق CCU آخر نفساش میکشید. آقا ما رفتیم عیادتش، دیدیم یک نگاهی به ما کرد، گفت چینگ چنگ چونگ شلنگ. اینه گفت جان به جان آفرین تسلیم کرد. ما فکر کردیم یه پیام حلالیت واسه مقام عظما فرستاده. رفتیم از یه چینی پرسیدیم که این چینگ چینگ چونگ شلنگ یعنی چه؟ گفت که یعنی پاتو از رو شلنگ اکسیژن بردار. اینجور بود که بنده فهمیدم یاد گرفتن زبان چینی از اوجب واجبات هسته. حاج آقا، من عذرخواهی میکنم که این واژه رو به کار میبرم، ولی خب شما شهرت دارین به این موضوع. این سوال میپرسم بعد بریم یه بخشی رو ببین. به شما میگن آخوند چینی. چرا؟ والا این آخوند چینی اسمی بود که خود امت همیشه در صحنه چین روی بنده گذاشتن. یادم اولین بار یه روزه سر بهشت و جهنم براشان خواندم. اینقدر شیفته شده بودن، یکشان بلند شد گفت حاج آقا یه جوری تعریف کردی انگار که خودت یه تور مسافرتی داری، انگار خودت لیدر تور هستی، هفته 2 بار میری اون دنیا و برمیگردی. بنده هم سریع با توسل به صحیفه نور گفتم اتفاقا امروز بنده با همون تور عازم بهشت جهنم بودم، منتها تورش سوراخ بود، افتادم تو حیات خانه شما. حاج آقا، توی اون منطقه که بحث کمونیستی و اینا خیلی مطرحه، خیلی کار سختیه این کار رو انجام دادن؟ راحت انجام ندادین قاعدتا؟ بله قاعدتا که خیلی کار سختیه. یعنی بنده خیلی تلاش کردم که حتی شده یه چینی رو نشد یه ملامین رو نشد یه رویی رو به سمت مقام عظما جذب کنم، اما دیدیم نشد. تا به خودمون آمدیم دیدیم که نشان اولین آخوند عضو خبرگان خلق چین رو همچین نصب کردن طلوپ رو پیشونی ما تو طلوپه. عکس‌العمل شما، چون نمیتونم عکس‌العمل رو بگم، یه جور دیگه میگم.
عکس العمل شما وقتی که شنیدید حاج آقا رفتن زبان به این سختی و یاد گرفتن و یه جورایی دارن دعوت میکنن تمام کسانی رو که توی چین هستن به دین اسلام، چی بود؟ براتون جذابیت داشت یا نگفتین نه برای چی این کار الان انجام میدین؟ همیشه به خودم گفتم خب این همه زبان، شما یه نفر پاشته رفتید چینی مثلا مستندم که میگفتم خب حالا چرا رفتید چینی یاد گرفته؟ این همه زبان تو یه کاره مثلا واجد این یه دونه زبان رو یاد گرفتی. خیلی برام از یه طرف میگفتم خب شاید بیکار بوده، از یه طرف میگفتم خب چه جالب مثلا خوش به حالش. والا ایشو تا دیروز به نون خامه‌ای میگفتن که حلقه‌ای، بعد حالا جلو دوربین به ما میگه یه کاره. بله به قول اون ضرب المثل چینی زندگی مثل نقاشی میمانه، منتها مال بعضیا رو لئوناردو داوینچی میکشه، مال ما رو زبیده کفتر محله 6 ساله است قازانقایه. الان یه سلام علیک به زبان چینی داشته باشیم با همه اونایی که دارن ما رو میبینن. من میدونم که ما بیننده خارج از کشور خیلی زیاد داریم، شاید در چین هم بیننده داشته باشیم. من ابتدا صحبتم رو با جمله معروفی از آیت الله بروسلی شروع میکنم که در کتاب تحریر الوسیله میفرماید خدا. خیلی جمله نافذی است. بعدم یک جمله خطاب به مقام عظمای ولایت دارم که میگه چانی جو نهله شالی جو دراختی، جینگ جانسو نهله جینگ جانسو زغله، شیتی جون. خانم من واقعا به شما حق میدم که بگین سخته. شما شروع کردی با قدرت ادامه بده، ایشالله که یاد میگیری. حالا من که نمیتونم ولی ایشالله که شما یاد میگیری. حاج آقا این معنیشو بگین حاج آقا. معنیش اینه که برای همه نهال امروز درخت فرداست، ولی برای مقام عظمای ولایت نهال امروز زغال فرداست. مردشور این ولی فقیره ببرن. شیتی جون. شیتی جان؟ شیتی جان. بله یاد گرفتم. احسن، بله خوب گرفتی. همینو بگو تو برنامه بعدی حجت الاسلام حسینیان یک کامیون سیمان همچی رود خالی میکنن.